اصلا که میگفتگی انمی نسکه خانه انمی قدر میشود اکجان باد و هوایش تازه و آزاده در اول بویش وزبین است بعد عادت میکنه انا اونجا از تریزه منظره های زیبا رو ببینید انا برادر از تمام شیرفروش ها رو میبینی یک دود میزنی اکه خودشون با پیش میبینن شیرفروش ها زمستانش گرمه تابستانش خنک اکه 5-6 ماه بیس عادت میکنه برادر من اینجا زیاد نمیمونم آخر 2 هفته گفته بودی روز مرحمت اتاق دیگری رو بینیم اکه این کم شوی مرحمت اکه این چیست برادر لوکس هم خیلی اوخیه کرد آقای برادر این خانه بسا اشیا داشته هستن؟ اکجان در این خانه از که هم است تمامی چی آف میشه با چی میفورد اوخی اکجان اکو بس بینی تا سرز عیبه اوخی چخار نفس کش باد و هوایش بوی بهار میکنه راستی گب اکا پیش ایخد چند دخترها اومدن معلمه اومدن ندادیم شما من شرطنامه بند هستم شرطنامه؟ گب نیست که بیار شرطنامه را میبندم شد اکا جون بس است اکنون یک دو نفسی چقار کش عادت میکنی نفس کش مورد جواب تا میتیم بینیا محکم شده وای من اکا این بوی طبیعت اوخی در این محله خانه بهترین انا همین است بین 40 متر پایان صدیق در برش لیمپوپو از طرف راست مسجد در پشت مسجد خانه هجری شما یعنی میشود که اینجا رو خوب تازه کنیم زندگی کردن ممکن است علنی نرخش چند پول میشود 500 کمتر ارزانه میکنی توره نمیگیره که یا تریدگه هم بتیکه بعد اول میگم میبینن خانه دزینفکسیون میکنن اکا جان این خانه برای شما مبارک شود سلامت خانه جون بچه سمی؟ شاکاچو؟ سمی؟ شاکاچو؟ تو از پس کی هستی؟ تو هم چی از پس این کار هستی ها؟ کمال سیاه؟ کنونی دیوانه؟ باید بمره او برادرم از این پس باید یک جای عمل کنه باید دو کسه عمل کنیم راست تا وقتی که این دو کسه در حیات هستن ما در قید حیات نیستیم تیر دکجات رو ما اونجا درد میکند بسیار هم درد در همجات رو ما ایمت در پتینکه هم رسید بیا بریم اینجا بالینسه بریم نه بیا بریم کرواتشین نشوی ما را رسید آیست قدم نکی میدارن یه رفتن گیر فرق چیه انیق در همجا تیر درو ما آمده با آشخانه آمدیم کو خزینه در آشخانه چیکار میکنن اوهو تشکیلی ساعت بوده که خشتامه را 2 سود میداره شوکر چته بگو اوقاته یافتی بزنش بگی شوکر با مازه بده اینش زور بده میگن که وینه و اوژینه پد چیزای با مزه میخوری هنیا اوف از این دیوانه جانم خلاص شد این چی است؟ کی آماده کرده باشد؟ خانم ملیس دونستم گرسنه میشوید برای همین خوردنی های شبانه آماده کردم من از تو خلاصی ندارم تو بلای سری من هستی مگر؟ نوشی جان خانم ملیس چیزی لازم شود در پشتی درم صدایم کنید کافی است یا خدایا این آدم رو بینیده چی کار کرده است با من خوراک شبانه آماده کرده است آها کمالی سیام آموزه بوده که این بابای اکرم رفته ایجا پرخدنوی دور شده یا که این لعنتی هم همین خزینه رو میگفته باشه کاری نقص کرده است
سازی یاری دهد یاری دهد خانم ملیس چی شد؟ چی شد؟ در آنجا کسی هست در آنجا شما اینجا ایستید خانم ملیس. سازی لعنتی سلام علیکم تو کی هستی ها؟ با آشخانه خانم ملیس در اومدی از جانت بزار هستی مگر؟ یک لحظه یا همون جنگواری که همون در برای او گپ میزنه تو هستی؟ ای برادر چه خیلی جنگاوری اگه پوی میگی بخیل عقل راست نمیگیره ما شهروند همین کشوریم استقامت کننده یعنی محله آشنا استقامت کننده این محله نصف شب در آشخانه مردم چی میکوبد کنین رو با من فهمان؟ ها خدا از تو راضی باشه بسیار سوالی خوب دادی در خونه خواب بودم یکی خیسم که در این همیجا تصور کن 10 کیلومتر در اون طرف خوبی میخیزی که در این طرفی ایره معجزه میگن برادر یگان دکتر شناس نداری ها خوابم ده هر طرف میرم لونت کشیدم پروا نکن دکتر رو برویت ایستاده است حاضر با متدهای خودم برای تو نقش دکتر رو بازی میکنم میلش از راستی شعر نر زوری ده مردک مردک ایره بین میگم وقتی که آدمی دردمند آرزو میکنه که دکتر بینه آسمان ده دکتر میکنه لیکن دکتر به پیش خودش میبیه در زمین میگرده خبشین مرا عصبی نکن حاضر میفهمیم که آدمی سقراط هستی یا اینکه دیگر کس نقابت رو بکش کش لعنتی کش بهتره من خودم نو کشیدنه بدم اخی شوکت سلام ملیس جان سازی تو ها؟ آشنا تو برادری همون کلتکلس ابله نیستی مگر؟ گوش که برادر این همی استکانه دیدی؟ انکو فوکس نگاه که برادر هپا شوکت بگیرید جان تتاش کن استرانتی اینجا بیا اینجا بیا میگی بخدا میشما خلاص نمیشوی که برادر سارت ای چیکار میکنی برادر رهایش کن از دستی من هیچ کس رها کردن نمیتواند کلاس بگیرش گوش کن کمال سیاه هستی که هستی رها کن این آدم را نمیکنم گوشش رو میبرم جزایش رو بیند واو اما شبیگی میکشم را تو چی اینقدر حوضی جزا دادن داره یا خدایا این آدم را رها کن ای خزنده بیا همراه این یک بار جزای تو رو نیز دیهم ایر بچه تمام کافیست در خانه جنگ نکنید رهایش کنید اما خانم الیس تمام بس است پیش درا شوکت پیش درا بلایی سری من شدی ایوقا کوری نکردیم تو چی خیل آدم هستی هم؟ مرا گوش کن شوکت باری دیگر تو را در اطراف این خانه بینم خلاصت نمی کنم تو را به دست کمال سیاه می دهم گوشت را می برد در میزند کجایت را که می برد بریدن گیرد خودت دیدی که اون نه وجدان دارد نه آدمگری تو این را دانسته گیر برادرم میدونستم که مرا خلاص میکنی مرا نجات دادی از تو راضی شدم برادرم از راستی تو برادر جانی من هستی اگر خزینه را یابم هیکل تا اطلاع میسازم شوکت به من خزینه در کار نیست آمده سری مرا گرنگ نکن ای بیا هم مشت کنم ایستا برادرم بودی برادرم هستی برادرم میمونی خیر شوکت شو کنی بیفهمون چی نقشه داریم برای از کمال سیاه و کنان دیوانه خلاص شدن جنگاور را استفاده بردن لازم قسم میخورم که در فکری من هم انا همین اومده بود به خدا که میگن دوستان آینه یکدیگرن کمال سیاه و کنان دیوانه را به بالای جنگاور میپرتویم جنگاور آنها را بسیار خوب ولی این کمالک سب سیاه باری گذشته در جنگل 10 نفر را لطو کوب کرده بود جنگاور رو نزند باز برادر جنگاور ای خیلی کمال سیاه تا سب سفید میکنه تن و توشی او را بین فیگورا و خیستگی مسکولاش بین خیر چی خیل میکنیم خیل باشه با شوکت همش رو حل کرد برادر فقط عمل کردن در کار عمل خیلی خیلی رفتیم رفتیم شوکت شو تو چی کار کرده ایستوده آمادگی دیدیستم
من اینجا جنگاورا ندیده ایستادم ولی لباس قهرمان فیلم تصویری رو شباهت میدید. ای بچه از هم ارزونش همین بود خریدمش. گویا بانو جنگاور رو میشناسه. میگم جنگاور رو باور میکنه. خیر بیا میرویم. ای باشگر او مرا فرور ایجا او بیا مرا گیر پویون فرور حاضر با پیشنهاد شده حاضر آنا. او بچه سرم فرگر. خوب رفتیم جنگاور. آماده هستی همکار؟ آمادم. چکه بر تو ارمه طرف است. سلام خانم بانو. من قهرمانی هستم که شما را از کنان دیوانه خلاص میکنم. تو کی هستی دیوانه؟ جنگاور. نام من جنگاور است. این نام رو فراموش نکن. کنان دیوانه رو میکشم تو را بانوی خانه خودم میکنم. بیروی بی حیا یاری دیه گوش که بانو گوش که بانو کنان دیوانه را سلام رسان. امروز آخران روزش است. خیر یاری کار حل شد همکار. کاری بانو کنان دیوانه را حل کردم. اکنون نوبت ملیس کمال سیاه موند. توکلت به خدا جنگاور. کوکو جنگ کو بینیم 4 طرفتون قبله. بسیار خوب. جنگاور صدای سیگنال است. پلیس آمده زود است. دوباره خدا کن. زودتر. این طرفا رو نگاه که خدا. سر. جوروان. سردارم جنگاور اونجاست. در کجاست؟ اونال. این جنگاور نیست. آخر لباس این دیگر است. سردارم ممکنه که لباسش عوض کرده باشه. ممکنه که در خیمچیسکا داده باشه لباسش شوشته باشه. لعنتی چیزی که پوشد نپوشد چی کار که خواهد کند ولی این بار از دست من خلاصی ندارد. ای من چیکار کردم؟ با امید این کار رو هم کانون فهمد من رو میکشه. پسرم این جنگاور چرا در روز برآمده است؟ سردارم شاید خواسته است که کسی را در روزی نجات دهد. چی میگویی؟ هم مردک و قهرمان است. وامپیر رو در شبی میبرانه میره نمیدونی. حاضر خاله قهرمان را نشان میدیم. نشنیدی؟ به خانوبانی چی گفته است؟ سردارم اما هم مردک چی کاری که نباشد خدا بگیرم بنزینش تموم شده. جنگاور بس ایستا. جنگاور لعنتی تو این بار محو میشوی. اکا قربانت شوم این کار را به پلیس بگذاریم چیه؟ کدام پلیس ها؟ نه کدام پلیس؟ حیوانی تو منو رو دستگیر کرده پوست کرده. از پوستش تولک میسازم. او باز ما رو پوست نکنه داره. چه گفتی؟ وای گفتم اکا پوستش میکنیم تولک میسازیم میکشیم او رو. رفتیم. سردارم همه جا رو دیدیم در اینجا نیست اخی. پد همینجا آماده. گویا که اینجا اشنهار باشه. به خدا دستگیرم کنن که پوستون میکنن. اما
бача узубек толдо накардага канузбе خدای مهربان منه. شما در اینجا چی کار داره؟ як бор сахт гап назан комиссар ақлан як бор бо дидани мо хушҳол шав. مردر چی گپ و چی میکنی اینجا؟ این نمه کما میجای چی خیلی وقتم خوش شود وای آدم میگونه زد دست نامر زین میزنیم. دولمنت ایستا میپرانم ака канун они ма бесе جانگار بس خدا بگیرد توفلا من نام خنده من دم میگویم تو چی که با خانوبانو با چشم بد نگاه کردی تمام اکا شدی با خدا محو گذشتن شدی تماما کار جنگاور نیست آخی. یک کور نداری پس جنگوار میدم بی عقل چی کنه خدا بگیرد جانگار کشتیمونه خلاص گپ که زندگی ادامه داره سلامت باشه دوستان عزیز کاری بزرگ کرده اونار این آدم رو دولت سالهاست که جستجو دارد چهره این آدم سری دولتی است هر چی که دیده در همین جا میماند یگان کس نفهمد چی خیلی که خواهی سردارم ای شوکت روسیا چیکار بود که تو کردی؟ خدا زد روسیاشت. این خوابش رو بکش. البته سردار پشتت رو گردان یس نجام این شعری نه کی باشه و آی شوکت همکار شیرقو لیوا سازی کماندیر این جنگاور نیست انیقو نیست سردارم شما مگر ما رو مسخره دارید جنگاور رو نیفتید و با جای دیگر کس رو گرفته آوردید نه اکای اونالو لیوند یگان گناه نداره کماندیر این کاری شما رو این خیلی نمیگذارم بگذار دیگرها فکر کنه که جنگاور در دستی ما است این رو با کسی نگوید ای تو از سردارم قاش و قواق کماندیر بین عصبی شی سردارم من به شما گفته بودم که این جنگاور نیست آخه این لباس سرخ پوشیده است شوکت ایزا سرخک است ای شوکت بیعقل لباس اینوپلنتیان پوشیده فهمیدم لباس ساختمانی پوشیده همه جا رو کندی باز هم فهمیدم بیعقل سگ لباس سرخ پوشیده من جنگاورم گفته در کوچه ها میگردی خودت را کشتن میخوای تو حیوان هستی بیعقل دیوانه از جانت بیزار شدی استغفرالله سردارم وضعیت رو میفهمونم یگان نفر گپ نزن لعنتی گپ نزن کنعان دیوانه در بیرون است با او دیم نه اک التماس اکای اونال جون قربانت شوم چی کاری میکنی بکن نکی من داده سی کانون دیوانه نته دستانش را کشو اطاعت سردارم بخشش زیاد برادرها من اینجا رو خشور نمیدونم یگان کابینت خالی باشه من لباسم علیش کنم برادرها خبشین ابله حاجت خانه هم باشه میشه روگم شو تمام سردارم من این رو میبرم مسئله شما اکای اونال جون رحمت کلام خیلی که اتاب شو همکار بوده است بی شرف حیوان نمک مرا گوش کن که بودن این جنگاور معلوم که شد در حال یگان جنایت کرده با درون میدرایی و او را در درون مایده کرده میکشی اکا چرا من کنم شرف در اومده کشد چرا من میکردم خودت کردن گیره خاموش باشید خاموش گفتم را کنید کسی که با خانم بانو زبان درازی میکند مکانش قبرستان است شوکت اولیو حضرت سوزی دیوانه تو در اینجا چی میکوبی اکا نپرس گفتن که جنگاور عقب دیان تماشاکنی آمدم که یکی او پاد دروغ کرده بله ما هم برای او آمدیم کی بوده است تو اکا جان یک بی عقل من جنگاورم گفتن نقاب کشیده در کوچه ها میگشت است چی گفتی؟ یک آدم بی عقل نقاب کشیده جنگاورم گفتن در کوچه ها میگشت است چی گفتی؟ یک آدم بی عقل
نقاب کشیده من جنگاورم گفته در کوچه ها میگشته. چی گفتی؟ چی گفتی؟ یک آدم بی عقل نقاب کشیده من جنگاورم. تمام فهمیدم تمام. شفتم فهمید شما حیوانات زرم نفهمیده. اکا مرا باور نکنی رفته از کمیسر اونال میتوانی پرسید در درون است. ای خدا از تو راضی باشده. برای من همین را گذاشتی. به شرف گذاشتی بعد یک تو میگذاری. ابا من 17 گکتر کندم خزینه را نیافتم. این بدبخت کی باشه که ایره یافته ها؟ امروز همه چیز از نام من بچه ها. خیلی نوشید جانتان. نوشید جان. مرحمت. عزیزان من چای قهوه چیزی که خواهید. رحمت داملا. خزینه نباشد من بانو را چخیل میدوزدم ها؟ همه امیدهایم به آب رفت. ای پس چند پول میشده باشه؟ هر دوی ما رو به خارجه میبرده باشه. دامولا به نزدیکی برای خواستگاری خانم بانو میرویم. شما هم میاید همین خیل نه؟ بله چرا که نه انشاءالله. اکای کنون این دیونا رفته باز خانم بانو رو برای خودش خواستگاری کنه چیکار میکنه ما اکا؟ خیر از من آدمی که بانو رو خواستگاری میکنه گوشهایش رو کنده در کیسهش میاندازم. همه خیل میکنی ها؟ لعنتی ما بانو را به پولمون نه به دیلمون دوست میداریم. ثانی فعل ما شما آوردی تا پسرم چای کجا شد زودتر باش. داملا از چایی که از قرضدار بودهی برای همین نمیآید. اونا بین خودمون رو چلویک پاو کردیم. در شهر نقاب کتی میگردیم. ای بخدا ای بینه کی ای تیز که بانو جان گرم شده می. بانو جان میبرایی؟ کمتر پس ما هم میرسه. بای بای. اوپا رفتیم. اکا کنون خانوم بانو رو میدوزدن. تو چی ها میگویی؟ اما چلتره بو نکشیده از خوش رفته. بانو جان من هم بلتر برای تو از خوش میروم. این امان ابلهی جنگاور نیست مگر؟ این ماشین کانون دیوانه نیست مگر؟ در همین جا هم پیدا می شود لعنتی ها؟ ای لعنتی دختر رو دیزید. ای خبر دهید پیش راهی این ابله رو گیرن. گاز رو زیر کن. شوکت اگر این بار کنون بخپد به خدا پوستت میکنه. ای بچه چیکار کنیم ها؟ اونا لزنگ میزنم. فکری زور. چی خیل فکری زور حیوانی شوکت؟ زنگ میزنی چی میگیشه؟ میگی من بانو را دوزیدم ها؟ آدم دوزی این جنایت است. حیوانی بیعقل. کپمون سوخ به خدا. شوکت یکون فکر کن. بانوی تشریح خوبه. بانو؟ بانو خوب هستی؟ های خدا را شکر. او را دستگیر کرده بیارید. دوید. ای بابا بزن این چیکاری کرده ما بود کنام انیق مرم. او را دستگیر کرده پیش من بیارید وگرنه همه اتون را میکشم. دوید. شرف این جنگاور نیست جنگاوری ساخته است. برادر ما از جنگاوری ساخته هم میترسیم.
یا فرم بگردیم کو بیان کاملا نقپیم بی این رو بگیرید بچه نامسلمانی نکنه یک کم تر بقپیم سرم تو خوردی سر با دستی از رویلت زدی آشنا چی؟ نقابش رو کشید ببین چوز که ما بیرون میگیریم بسته بسته اخی باز کنید اکا نقابش نمیبره کلش بکنم اکا با فکرم او را با نقابش پرونده در اینجا گور کنید چی؟ گم نزنید نقابی او را کشید بچه سرم میکنیم به خدایی شبکت؟ اکا کنار ساده بچه ها بیس ای خدا بترسی خیلی کار نکنی وای دشمنی پدر لعنت داخلیه وای خاینی خرخایده حرامی معلوم که نسبتی بانو چشمی بد داری ها وای 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 باز زنی دوست داشته مرا میدزدی این سگ بچه رو با پایم پرتوید اکای مسلمان های بیا کلمه شهادت چه عریضه کنه بعد امجا می پرتویمش بوم برم مسلمان موری برای سگ های خاینی خرخایده کلمه شهادت خواندن لازم نیست برو پرتوید آقا بسین بخدا ای با نمیدونی او والا بسین اینجا گب دیگه خشیدگه بسین مفهمونم تو نه دمت را گیر اکا نخود دارم این 114 سریه مرا نشناخته باشه با خدا من بانو را با چشم بد نگاه نمیکنم اگر نگاه کنم چشمم کور شود خاموش لعنتی شما رو گفتم رو پرتوید پیشتر بچه اکا یا دقیقه بگو بسن بسه با خدا میفهمونم همش میفهمونم راست دیگه بکا دزدیدن خانم بانو را ایما این همی جنگاور خواست چی؟ ها جنگاور خواست و من گفت اگر بانو را ندزدی همه نزدیکانت رو یک تا میکشم گفت تو هم از نزدیکانی من هستی اکا این برادران هم دلم برای شما سوخ اکا اگر نه نمیدزدیدم جنگاور ها؟ اوه اکا جان اسدالله حامدوف که راهبر استودیوی کرام فیلم هست شما این برادر رو سیمایش رو ندیدید ولی در نقش هجری آواز میدهد خلاص فکری انمی برادر عزیزی من بود که اگر اون کسانی که در سامانه یوتیوب فیلم هدایت رو تماشا میکنن از 100% 50% ما رو دستگیری کنند انشالله اول این دو عائله رو صاحب منزل زیست میگردونیم و بعدا صرف فیلم هدایت کرده هر هفته دو قسم پیشکش شما تماشاگران عزیز میگردونیم ولی که متاسفانه برادرانی بودند که به ما باور نکردند از 50% خداوند شاهد است 10-15% دستگیری شد ولی همون قدری شد که در طول 3 هفته ما میتوانیم که دو قسم فیلم هدایت رو پیشکش شما کنیم خیلی که برادر من تشریف جان گفت این کار کاری مجبوری نیست این کار کاری اختیاری است انامین صورت حسابی که در اکران های شما نمایان می شود با نام الهام دولتوف می توانید طول 3 هفته مبلغ خیش را بگذارید 150 روبلی ببینیم که مبلغ خوب جمع شده است بعد 3 هفته باز فیلم هدایت رو دو قسم برای شما پیشکش میکنیم به خاطر که به شما مشکلی نشه بینندگان عزیز و شما میتوانید که همون 150 روبل رو شما قسمت یعنی که 25 روبل 30 روبل میتوانید که پرداخت بنمایید برادران البته این کار ما دست جمعانه میتوانید عملی گردانید برادران عزیز اگر ببینیم که شما بی‌طرفی نکنید ما دیگر فیلم ها داریم یکیش عجب کاروبار و دیگر فیلم ها است که ما طریق دیسک اجازت نداریم ولی ببینیم که شما دستگیری خوب میکنید انا همین فیلم ها رو طریق سامانه یوتیوب پیشکش شما عزیزان دل می‌گردم